حکایت آبرویی که در سراب تست بازیگری ریخته شد. بهمون پیشنهاد بازیگری دادن، گفتن که نمیدونم فیلم سینمایی مجاز میخوایم بسازیم. این قضیه جوانایی که میخواستن هنرپیشه بشن اما سر از ناکجا آباد در آوردن. کلیپی رو درست کردن و رو در فضای مجازی به هر حال پخش کردن و توزیع شده. به ما گفته بودن هیچ جا پخش نمیشه، فقط واسه شادی خودمون. از روز اول که فهمیدیم گفتیم سر، ولی کسی چی گفت اون آقا؟ گفت نه هیچی نمیشه. ما گفتن که بیاید برای تست بازیگری و ما شما رو جهانی میکنیم. ظرف 2 ساعت شناسایی شدن و بعد از 6 ساعت همگی دستگیر شدن. و ما قول داده بودن این مثلا پخش نشه، هر چی بهش میگفتیم بر نمیداشت، بعدش هم با جواب تلفن نمیداد. بهشون گفتیم چرا این کارو کردی ولی توجه نکردن. جوانای عزیز به هر حال سعی بکنن، تلاش بکنن که مورد اغفال این افراد به اسم اینکه میخوان اینا رو به هر حال هنرپیشه، خواننده، به هر حال داریم این مسائل رو قرار نگیرن. به من گفتش که اصلا من دارم یه فیلم بلندی میسازم، مجوز گرفتم و اینجا حرفا میزد که دارم فیلم میسازم. سر یه تذکرم به کسانی بگی جوانا رو اغفال میکنن. من الان دارم بهشون تذکر میدم. قطع یقین ببینید زمان و سرعت عمل پلیس در رابطه با کشف و شناسایی افراد بسیار سریع و خیلی کم بود و این کار انجام گرفت. قطعا ما این افراد رو شناسایی میکنیم و باهاشون برخورد میکنیم.